دوشم وین چاک چطوری؟ چیه؟ آقا ما امروز اومدیم با یه دست فورتنایت تجربه دوم از فورتنایت من و امروز میخوام بریم بدوارز به شدت باحال بود. من یه مچ پلی دادم و خلاصه که بریم آقا ببینیم به چی میرسیم. 2,000 years later. درود با تحقیق. اومدم تو قرمز. با چطوری؟ آقا حساب کرد مثلا خودشون از کوه کانتنت هن و چنلشون هم زیر ویدیو هست. دوستان لایک ساب فالو کنید نشه بریم که یه مچ عالی داشته باشیم. Let's go. چند تا چوبی اون ای آجی من چرا اسپکتو ها وای سه تا جونه بیا سه جونه سمت راست سه جون. واک ناک کردم هوا ناک کردم. آقا دایمنده منو بده از حلقومت پایین نمیر. طرف اشاری خورده خیره خر خیلی زدم رفت پایین. آقا برین دایمند دیگه یکی داره میزنه دیگه. حاجی اونور دایمنده اونور داره بیس ما رو چیز میکنه گوشی من داره زنگ میخوره. سری بیا بکاپ سری برو بیا بکاپ سری برو برو آقا ما برگشتیم چی شد؟ Get over here motherfucker اوه فوش نده bitch. تو هم نکن فوش نده. ببین اعصاب نمونده واسم طرف داره فشار اصلیو که اون میخوره من میرم میکشم دایمن داره پس میگیرم و من میگردم. آی ما مردم ما زندم. آقا فرجا مختلف رو براتون اونلاک کردم. لذت دنیا و آخرت. و یکم صدا زیاد دوستان. Get over here من هنوز چیز دارم انقدر که آقا خب من بالا اینجا دهنشون سرویس کنم. مثلا یه دست ما رفتیم با آقا میسم بعد یکی رفته بودیم بالا اینجا اینجوری کرده بود چم کرده بود. اوکی الان جرأت دارم ایمو ایشیم دوستان ویدیو ایمو داشتین؟ اخیر واو چی جنبی زدم. آقا از اون ور دارم منو میسابن. اوکی تیر زیاد و در نتیجه تیر آقا ایسان تیر. خب بیس رو باید به چیز تبدیلش کنی به آجور. بیس آقا آجوری. اوکی به این زرد حمله کردن. زرد مورد چیز قرار گرفتن. اوکی خشونت های غیر اسلامی. ما میایم فرجمونو بنده خودمون کمکش میکنه فرج میذاریم. آقا ماشاءالله چقدر
سری گوگولی مگولی داریم میریم جلو با کسی پا نداریم. برج قروخ کردن ها. خوبیش اینه که مثلا کسی بخواد بیاد میدونه قدرت مبارزه نداره و نمیاد. در حالا اتفاقی که میفته اینه که ما میایم اینجا هرچی داریم یکی اینجا. هستر میداریم میزنیم به بیسن. حاجی این گانه که دارم به شدت گان گادیه. Help me. اوه. آپگرید سکه باز شد. وایس لاما رو باید بریم بگیریم. لاما رو باید بریم برو بگیریم. بگیر. سریع 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 برم بگیرم که آقا تو رو برو بگیرش. من تیر میخوام. میرم میگیرم. با اشتباهی تیر تیر استم می‌خوای؟ خریدم. نه تیر داشت غرق در پولم. تو چی میخوای؟ یار من اس حقیقتاً من میگم یار اسکول از اینجا. برعکس شما تیر نمیخوام. اوکی خب من جام اوکیه. بدونم از اینجا میزنم که بعد نزنه سیف کنه. خب باگ شده. لاما باگ شده آقا. یعنی چی برو فورت؟ یه دقیقه بیا ببین میتونی ورش داری؟ قرار فورتنایت یه بازی بودو. بدون باگ باشی. What the fuck. اینو کی گفته بود؟ تو لاما ایز هیر. اوکی برش برو. برداشتم. آی برو برو میشه بهت بدم تو برو بری؟ کامرتم. میشه بهت فقط برو. نه 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 من نمیتونم درا. من نمیتونم برش دارم. آقا بیا فقط برو اینجا رو بپر بگی برو. اینجا بپر بگی برو. نمیتونم. برو فقط تو را نمیتونم بگیرم. دراب کن ببین. او اومد دوباره دراب کن ببینم میتونم بردارم. بودو فقط بودو تا بهت بگم کجا بذاری. کجا بذارم؟ بودو یارمون هم داره کاور میده دمش هم گرم. برو رسیدم. بیا پایین. خب بذار تو این در گاف صندوق رو بکن. از اولین کسایی هستیم که در گاف صندوق رو کردیم. توش چی هست حالا؟ موس آه؟ موس موستی بابا این همش سکه میخواد. من سکه ندارم. دنتون سرویس. آقا من یه RPG میگیرم میذارم کنار شیافش با پولا و تیراشم همچنین. تیر زیاد بگیر. فعلا میخوام دایمنت بیارم. دایمنت که آوردیم بعد میریم سراغ راش به آدم. آقا من یک چیزی متوجه شدم. بذاری من اینجا احساس ضد امنیت داشتم درست شد الان. خب بده یه وری در خطره. خب این بده رو میگی که سه تا موشک طرفش روونه شد. یه هدشات. مثل روانی ها به یارم هجوم آوردم و گفتم گانه منو بده. گانه منو بده. آقا میسم سر پول گام داری. بهش کی فکر یارم داره یه راشش سگی میده بهشون. حلالوت عقده ای شدن. درسته باید بیس آهنی کنم ولی خب حالشو ندارم متاسفانه.
که اومدیم تو خورج داریم دوتمون تو را تو هم نمیخواد درگیرشی. لامای ما هم جدید درگیر. لاما به درد میخوره برام بیارم. نه همون اگه میخوای برو بندازش تو سطح بقیه بهش نرسن ولی خب دیگه به دردمون صندوق خیلی مهمه تو گیم ای بقیه بهش نرسن سکه اصلا. از کدوم گوری باید بدهشون بده خالیه ها! منم کمکتون میکنم از اینجا. بدشو لخت کردین با اسنایپ میتونم. بدش خالیه بزن لخته الان لخته. یه هدشات میشه الان زد. یارو میخواد بیاد سمت ما ولی دیگه نمیتونه بیاد چون هدشات شد. وای شد. اینی که همین الان اینی که داشت تو رو میزد یا یارمو منو هیچکی میزد نمیزد. رو به اونور دنیا فرستادم. بد چیه؟ اشمو دارم میام از این میخوام بیام بالا بخوردن بده خودش رو رفت. ماشالله یارمون آرپیجی برداشته قدی دیفندرشو عین خودمه از اونورم ریختن روشون. آقای دیفندر لخته به توجه ای؟ با منی؟ بله این تیکشو نبسته بودی باید چوب بستن دیگه. اوکی یه هدشات فکر نکن. حاجی بده اینا هنو مونده. لخ شد تموم نشد که بزن دارم میزنم یه 10 تا دیگه. من دایمند رو فعلا در اوجبه واجبات میبینم و یه 25 تا خوشگل خورد. طرف میبینه اسنایپ منو میرینه تو خودش حالا صادقانه میبینه اسنایپ در آوردم ها داشت تو رو میزد که منو که نمیزد. یه دقیقه My tear is end. I'm back. آقا تو رو میگن I'm out of ammo بچه ها یاد بگیرن میگن my tear is end داشت I'm out of ammo. برادر کلاس اون رفیقم که 2 ترم کلاس زبان رفت. حقیقتا بچه ها میدونن بپرس خیلی کلاس هم آقای سمن تجربیات پول گرفت زیاد دارم باش چه بخرم. آجی این میاد هدشاتش میکنم پشمام ریخته هیچ الان همه چی رو خریدم. بدشون زد بدشون خورد الان همه چیز دارم پول مانی چرا بد لخته تو را کجای بد لخته کیو همینجا که باز تو پوشوندن الان با آهن میپوشونمش. فهمیدی اسنایپر داره میزنتمو اسنایپر الان دیگه نمیتونه بزنه. اون اسنایپر هم مثلا لخت کرده بشه. از کجا داره میزنه؟ یه مارک بده یه هد خوشگل ازش بگیرم. یه مارک بده کم بده صبر کن و پادشاهی کن تفرقه بینداز نبود. رندوم آجی یارمون داره لوتا اون رو میلیسه. لوتا اونا که بدشون خورده بیت خاصی نداشتن نه رفته تو فورجش با اسنایپر کو درگیره انمیاست که اومدن توش. اوی بیفتم فوش فعلا میخواد دانشون کنه اینو
آقا بخوام این آه فوک لوتا چیزی همه لوتو بردم وید. منم همینطور. سطح لوتای من خیلی خوب بود. خب یه بازی اونقدر ارزش نداره نیاز فکر بکنیم بش اینقدر پولام زیادی بود نمیدونستم باش چه غلطی بکنم. فعلا بیا بده زردو بزن. به زرد کدوم بره؟ آنده فنده یارمونم با آرپیجی گرفته روشو های و های دارم میزنم بزن منو لیزر کرد رو هوا بلعیدم. دقت داری که این ویدیو قراره تو آپارات منتشر میشه نه یوتیوب همزمان البته. آقا نه تو آپارات چرا؟ یوتیوب اه؟ چه آره داشت در دو پلتفرم. آقا بیا بدهشون داغونه. مشکل اینه بدشون رو نمیبینم اینقدر. برو بیا لانچر بخر راکت بخر بده یارمون شلی کن. راکت از کجا؟ ها 100 تا آجره بیا یکی خریدم. راکت 100 تا جوره داداش. آره پلیس 60 راکت. راکت 100 تا آجره. راکت 60 100 تا آجره. پوری بالاییشه راکت. خریدم. بابا احتیاج به نمیشه اینجوری. بعد خودم وارد عمل شم. یارام نوبت بکنش یارم که راست سن من فورتنایت نه چیزی انقدر که نه ولی خب وارد بازی کرده دیگه. آقا تو را بالاتر از هر روی بالاتر. بیا دی بالا سوستی برو بیا پایین. زیاد زدی بیا پایین آقا. چی داره میریزه اینا رو؟ یارمون لفتت. اوکی تموم شد دیگه خودمونیم و غیر چیز مشکی. خب نه لوتاشو ریخت و لفت داد. دمش هم گرم بازم حداقل لوتاشو ریخت و لفت. برو من پا میشم میام بیس. خب بده آقا بایستا من بیام بیس. کم پر هزینه میام بیس. ما رسیدیم به قرمز. بیس چی؟ هیچی ما رسیدیم به مشکی. هیچ مشکی مورد مشکی یار داره این وسط ها. مشکی وسط یار داره. ما نمیتونی چرا تنها فایت میدی؟ خب وایس شات کن. اول از همه من این الماس ها رو خود میکنم. یه راه فرارم اینجا میذارم ولی الان نیازش نداری. نری توش یوزش بدی یا تو چی؟ یس تو چی؟ تو چیه؟ تو کجا؟ این راه فرار ریفت گذاشتن. اسنایپ حالا اینم بر ندار. اگه میتونی یوز بدی بردار ولی چون حرف میزنم نتونی یوز بدی میاد. چون نمیتونم یوز تا بدم. بعد شات کن بریم. دارم. بریم. بکت تو هم چیز بخر چی؟ گلایدر بخر که بتونی گلاید کنی بیا. گلایدر کدومه؟ 350 تا چیزه آهنه 350 تا آجره. آره اوکی
جای این میخرم. حالا چیکار کنم؟ باش فهمتم یه بار پرواز کنم. باش باید چیکار کنم؟ راست کلیک کنم. نه سری بیا پیش من تا بهش بگم باش چیکار کن. با چی آخه؟ بیلد کنم؟ تو گلایدر پرواز کن بیا دیگه. چیکار کنم؟ 10 تاست راست کلیک کنم چیکار کنم؟ به خدا باش برم تو وید فوش. داداش باید بیای باش اوکی بپر اومدم اسپیس بزن. اومدم. اسنایپ دارم. اینا رو بزن فقط نذار جلو راکت ها منو بگیرن. حله؟ میخوان از چپ بیان. بزن بیلدشونو بزن. خواهد داره پشت رو میاد ولی خب برد ماما. یه کدومشون اسنایپره حواست باشه ایم گرفت به من بگی. باش منو داره از این ور میزنه از این ور. پس زنده بنفشم پس زنده است. برگرد تو بیس. ریترن تو بیس. یه دونه پر کردن امو انجام بدیم دوباره میایم بالا سرش. نیفتی پایینو. خب اوه حاجی خدا پلنه یاد گرفتی؟ گلایدر نجاتم داد. منو داشت میزد. اوکی. خب 10 تا دیگه راکت میخرن. خب بقیه سکه ها رو اینجا میذارم واسه پلن بی و میریم روشون. مهم اینه که الان فکرم رو بیسمونم. او دارن بدو میزن. داره بدو میزن. با چی؟ با اسنای. بابا برو پایین. تو بدو دیفن بده تا بهت بگم چیکار کنی. بدو یک کوچولو دیفن بده نزنه. آقا بریم برای پلن بعد نمیشه. بیا کمک فعلا. تعداد رفته بالا آقا. چند تا؟ دارن لاشی بازی رو اون در میاد. نمیدونم فقط دارن لاشی بازی در. بودو اسنایپ همین ور دارم. اسنایپ دارم. بدشون صفر را. صفر که نیست حالا ولی بس. با همین روال پیش بریم زدیم. بشکون حاجی کلسه بهتر از همه میزنه. اومد رومونو. یکی اینجاست. اومد رومون. 3 تا 57 خورده. نوبه منو زد. دیدم نوب بود. زدت؟ یا زدیش؟ باش من زدمش. 30 تا کوین هم ول دادم اینجا. باش من میخوام بیام فقط رو چیز. نه دیگه نه تا بهت بگم. باش لوت هم اونجاست. پلن بیو میخوای. یادت گفتم. لوت هم همش اونجاست. پلن بله. آره. گوش کن. هیچی ندارم الان. بله. وسیله فرار میاری با خودت. وسیله فرار چیه؟ قراره یه بمب بارونه ریز بریم و بیایم. حله؟ اوکی فقط وسیله فرار چیه دقیقا؟ من شاکی بریم میارم. به انتخاب خودت هرچی دوست داری. با این سریع باید بریم و بیایم. شاکوی بزن شاکوی بخرم. شاکوی اول بریش. اول برم الان میان بده ما. تو برو اینا برینن من برم بعدش. یعنی من تومم نمیخوام زب کنم. اوکی تا یه حدی ولی نباید بمیری باید برگردی. برو اومدم. از اینجا از ریف. وای از کجا؟
از ریفت ریفت آقا کلوب. تو نیا تو بدو تو دیفن بده بدو زدم من رفتم بدو دیفن بده تو ویت مدم بدهشون صفر را راحت میشه بدهشون زد. میدونم آی بدو فقط فکر کنم خودمونیم و خودش همه لوت هم رفتن تو بود آر پی جی راکتو میشه بردارم باور کن مایش یه انتحاریه. آقا ریدیم چی شد؟ کامبک زدن رسم میگم انقدر لوت میکنی سیر نمیشی الان تو که لوت کردی برو دفن کن از بین. دارم ازم دفن میکنم دارم چه غلطی میکنم. میبینم دونش تموم شد نشست اینجا داری لیست میزنی مشتی تموم شد دیگه بکش بیرون اسنایپرشون رو بدو بدو چیز کرد آره بدو هیچ تو چیز کن تو دیفن بده من بفهمم از کجا داره میزنه من دارم میبینم داره از کجا داره میاد پل زدا یکی ناک اوکی دومی هم ناک اینا بد دارن هنوز حله ما هم داریم ولی اونا جونه بدشون خیلی کم بذار من یکم آجر بردارم آجر میخوام تونی دایمن بیاری یا نه نه دایمن اینجا داریم آقا پس همون پلن قبلی رو میری اوکی یا میرین سری هم برمیگردی فقط باید وسیله فرار میخوام یعنی چی؟ وسیله چرا فرار باید بریم و برگردیم فقط گلایدره تو بیار میخوایم از همون آر پی جی بریم پلن آر لایدر ساب کن پس با این صاف آجر ندارم میخوام هرچی پول دارم و بذارم پا گلایدر پا آر پی جی فهمیدی؟ اوکی ساب کن این دیگه کل دارایی ما و بدم داره میخوره اوکی گلایدر خریدم دو تا هم چیز خریدم اوکی بچه بدم پوشوندم اوکی باش اینا رو آهنی بچی این نیست ما خواهیم بریم اومده همینجا حواظت باشه تو منو فقط دیفن بده این الان میاد بالا منو بزنه حله اوکی تو هم من دیفن بدی تموما بدشون تمومه برو بگم منو دیفن بده وای نگفتم بد بزن گفتم منو دیفن بده بدشونو تمام میگم بدو من با آر پی جی باید بزنم نه اینکه من دفاع کنم حداقل میمدی یا آقا آر پی جی از من میگرفتی که من اینا رو با خیال راحت بزنم حالا که مردن تموم شد ولی این کار خیلی اشتباه بود ریدمان من بدشون خورد ولی بیس ما کامل ها به چه قیمت بیس رو دارن میزن بیس هست ها اوکی یافتم تو هدشات اونی که بیس تو بودو کلی را که دستشه میده دونه دونه داره میره دونه زدم
کشتیش؟ نه داره میاد منو زد. بیا اینجا ببینم سورا. چی شده الان؟ اینویز بودو. شدم؟ حیف شدی آره بودو فقط. نیاد با پیگیری زدم اونو. نفهمیدی از کجا زد؟ نه من میدونم کجاست ولی میدونم کجاست. رئیس زر. ویکتوری. آقا بنازم. مرسی از اینکه توی ویدیو همراه ما بودین. چنلمون رو ساب کنید و زنگوله کنارش بزنید تا از اولین باشین که ویدیوهای ما رو میبینید. مرسی از که همراهمون بودین. خدا نگهدار.